خب دوستای قند، امروز بخیر آمدیم طرف قصر پغمان. همراه با دوست بسیار عزیزم و انشالله میگردیم چهار بغل از اینجا را بسیار تاریخایش شنیدیم، میبینیم که چطور جای است. دوستای عزیز، چیزی که من اول فعلا متوجه شده است که اینجا بسیار ساخته شده، یعنی نوتر شده، ساخت ماشاءالله سرسبزی نظر به سالهای قبل بسیار زیاد شده. قصر میریم بخیر میریم فعلا کدام کس معلوم نمیشه. اگر بتونیم یک اجازه بگیریم داخل قصر آمدیم بسیار فرمان مقبول داره. خب دوستای قند، آمدیم دیدیم قصر پغمان هم دیدیم، باغ پغمان هم دیدیم بسیار. یعنی یگانه چیزش که مرا زیاد تحت تاثیر قرار داد طبیعتش است و جایی است که بسیار یک انرژی خوب داره. انرژی از دل طبیعت، کسایی که عاشق طبیعت هستند خوش دارن که در ساحات سرسبز وقت بگذرانند بهترین جای است. البته برای ما اجازه ندادن که داخل قصر از این باغ شاید کسی نبودن، گفتن که فعلا امکانات چیز دیگه نشد که داخل بریم دیگه. بر صورت فضای بیرونش بسیار کمر میکنیم که چکر بزنیم.